الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید است که دوستان و برادران مجاهد و شیرمردان دولت اسلامی در هر جایی که هستید جز صحتمند باشید. بلی سامعین محترم، بحث ما درباره نمونه‌های شجاعت و دلاوری رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روان بود. حال میاییم بحث خود را همچنان درباره نمونه‌های دیگر شجاعت و دلاوری رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ادامه میدهیم تا شود امت اسلامی از خواب غفلت خود بیدار شوند و شجاعت و دلاوری رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را در تمام میادین نبرد سرمشق زندگی خیش قرار بدهند تا بتوانند توسط این صفت زیبای شجاعت و دلاوری دشمنان الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را به خشم بیاورند و قلوب مسلمانان را در گوشه و اطراف دنیا خوشحال بسازند. بلی سروران گرامی، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شجاع‌ترین انسانها به اعتبار قلب بوده است و او صلی الله علیه و آله و سلم در سخت‌ترین حالت نمونه از پای مردی و ثبات بوده است. در بعض حالات شجاع‌ترین انسانها هم میدان را ترک کرده بودند و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در میان میدان گرم از خون و در میان شمشیرها چون کوههای شامخ ایستاده بودند و همیشه به دشمن نزدیک بودند. چنانچه کثیر ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت می کند که عباس رضی الله تعالی عنه فرموده است همراه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ حنین حضور یافتم. من و ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را لازم گرفتیم و از او جدا نشدیم و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر قاطر سفیدی که فروه ابن نفاسه جزامی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هدیه داده بود سوار بود. هنگامی که مسلمانان و کفار به یکدیگر رسیدند و جنگ آغاز شد، مسلمانان پشت کردند و برگشتند. همچنان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با شتاب قاطرش را به سوی کفار به جلو می برد و عباس رضی الله تعالی عنه می فرماید من لگام قاطرش را گرفته بودم و آن را نگاه می داشتم. هدفم این بود که قاطر با شتاب جلو نرود و ابو سفیان هم رکاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را گرفته بود. در این هنگام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ای عباس نادی اصحاب السمورتی، ای عباس رضی الله تعالی عنه اصحاب و یاران بیعت الرضوان را صدا بزن. عباس رضی الله تعالی عنه که مردی بلند آواز بود فریاد کشید و فرمود این اصحاب السموره، کجایند اصحاب و یاران بیعت الرضوان؟ عباس رضی الله تعالی عنه میگوید قسم به الله متعال وقتی اونان صدای مرا شنیدن مانند این که گاو با شتاب به سوی گسالش برمیگردد برگشتند، از آمدن و جنگ را با کفار آغاز کردند. همچنان فراخوانی انصار
با کلمه یا معشر الانصار، یا معشر الانصار یعنی ای گروه انصار، ای گروه انصار صورت گرفت. و بعد از آن قبیله بنی حارث بن خزرج را صدا کردند و به آنان گفتند یا بنی الحارث بن الخزرج، یا بنی الحارث بن الخزرج، ای قبیله بنی حارث بن خزرج، ای قبیله بنی حارث بن خزرج. در این اثنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که سوار بر قاطرش بود مانند کسی شفته مبارزه باشد می جنگید و مبارزه می کرد و فرمود این همون زمانی است حین حمی الوطیسو که کوره جنگ داغ شده بود. اونگاه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تعداد سنگریزه را برداشت، فرما بهن وجوه الکفار، به سوی چهره‌های کفار پرتاب نمود و فرمود انهزموا و رب محمد صلی الله علیه و آله و سلم، قسم به پروردگار محمد صلی الله علیه و آله و سلم که شکست خورده اند. ابن عباس رضی الله تعالی عنه می فرماید من رفتم و نگاهی به صحنه جنگ انداختم، به نظر من جنگ همچنان مثل قبل ادامه داشت، اما قسم به الله متعال هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سنگریزه ها را به سوی اونان پرتاب کرد، قدرت اونها به ضعف گراییده و اونان عقب نشینی را آغاز کردند و شکست خوردند. این روایت را امام مسلم در کتابش نقل نموده است. ولی سروران گرامی این بود نمونه های شجاعت و دلاوری رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. در اخیر از الله متعال می خواهیم که من شما از صفت شجاعت و دلاوری محروم نسازد.